درود بی کلام بر همگی. من ویکوبتم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم سفر کنیم به جهانهای موازی، به قسمتی از اینترنت که با دارک هیچ فرقی نداره و سوال دانشمندا و افراد متحد در این موضوع اینه که چرا همچین سایتی وجود داره و هنوز بسته نشده، یعنی آپارات. اگر فکر میکنه که ایران جای به درد نخور و حوصله سروریه، بهتره به آپارات آشنا بشیم، جایی که کیفیت ویدیوها جوریه که از 144 شروع میشه و شما باید صلوات بفرستید که این کیفیت از 144 تبدیل به 240 بشه. و کیفیت ویدیو جوریه که شما بخواید برای اینکه بخواید یه ویدیو رو تماشا کنید باید انقدر چشماتون رو ریز کنید که تبدیل به یه آپشنی براتون فعال شه که بتونید زوم کنید رو ویدیو و اونجا شما متوجه میشید که اون بچه سالی که داره براتون توضیح میده آدم فضایی نیست. شما مستند آدم فضایی نگاه نمی‌کنید، دارید آموزش نصب GTA VI رو روی اندروید می‌بینید. به همین راحتی. اگر بخوام از سانسور در آپارات بگم، بهتره به این نکته اشاره کنم که خودم در آپارات بودم. یعنی آپارات بدون هیچ دلیل ویدیو شما رو دیلیت میکنه، چنلتون رو بند میکنه و هر چقدر هم بهش ایمیل بدید یا جوابتون رو نمیدن یا جواب سربالا میدن یا میگن مشکل داشتی، مشکل از خودت، ما آدم سالمی هست. ببینید در آپارات اگر تخت، دستمال کاغذی، موز یا هر چیز دیگه معلوم باشه در ویدیوتون، به علت محتوای جنسی ویدیوتون حذف میشه و هیچ کسی هم گویا جوابگو نیستش. مشکل از خودت، شما یک مریض روحی روانی هستید و به خاطر همین ویدیوتون باید پاک شه. نکته دومی که خیلی وجود داره در این موضوع، در این دیلیت شدن ویدیوها، تخریب بقیه آپاراتر هاست. یعنی خود آپارات، اون ادمینی که پشتشه میدونه که آقا یه مش بچه سال بازیشه اونجا افتاد، یه مش بچه سال اونجا که ویدیوشون هیچ محتوای خاصی نداره و حالا یا دیده میشن یا دیده نمیشن که در رابطه این موضوع جلوتر حرف میزنم. شما اگر بیاید و یک ویدیوی مزخرف بچه سالی رو دیسش بکنید، تخریبش بکنید، آپارات چنان دهنی ازتون سرویس میکنه که قید اون ویدیو رو بزنید. یعنی من خودم زمانی که تو آپارات بودم همچین مشکلی داشتم. 10 پارت قوی درست کردم، همشون بالای 1000 تا ویو میخورد، اما یک شبه همشون دیلیت شد. هر چقدرم آپارات ایمیل دارم آقا غلط کردم، دیگه مسخره نمیکنه. گفت نه، شما ذهنت خراب. در ویدیو شما یک لرزشی ایجاد شده که اون لرزش باعث تحریک شده و به خاطر محتوای جنسی و تخریب دیگر آپاراترها ویدیوتون دیلیت میشه. این نکته خیلی جالب و تلخی هم در رابطه با آپارات هم بگم. آپارات به شدت آدم دزدیه، به شدت. تو آپارات یه بخشی وجود داره به اسم خریدن ویو. یعنی این چیزی که میگم فیک نیستش، وجود داره تو آپارات. نمیدونم یه اسم پیشرفت چیه، یه هم چرت و پرتیه و شما پول میدید و به ویدیوهاتون میتونید ویو اضافه کنید. آپارات هر چند وقت یه بار یک تبلیغ برای شما ارسال میکنه که آقا بیا همچین ویدیویی رو بیا ویو بخر. شما در صورتی که این تبلیغ رو رد بکنید، آپارات به معنای واقعی کلمه به ویدیو و کانال شما تجاوز میکنه. یعنی چی؟ مثال خودمو میزنم و چند تا رفیقای دیگه. ببینید این تبلیغ برای ما اومد، این موضوع حداقل برای 3-4 سال پیشه، بیشتر 4-5 سال پیش. ما این تبلیغ رو رد میکنیم و تمام ویوهای چنلمون میپره، ویدیوها بی دلیل پاک میشه. یعنی اصلا شما نمیدونی که ویدیو پاک شده و نوتیف هم برات نمیاد، فقط میای تو چنل میبینی که ویدیوم کو، ویدیوت نیست. لایک ها، ساب و کامنت ها حساب نمیشه. این اتفاق برای من افتاد. من رفتم به پشتیبانی ایمیل دادم و خود پشتیبانی برگشت گفتش که نباید اون پیغام رد میکردی و به اصطلاح میگن باگ، ولی گوه زیادتر از دهنشون خوردن. چند وقت پیش آمارش در اومده بود که نه، مثل اینکه از قصد این کار رو میکنن و شما اگه رد کنید دهن چنل سرویس میشه. به اصطلاح میگن مستقلی، پول به ما نمیرسه، ما باید درآمد بقیه آپاراتورهای اوبی مثل ابوالفضل ایکس مستر و مهدی ویدیکسر رو میدیم. اسمم میارم و هیچ بنی بشر ترسی ندارم، مثلا چطور بچه سال دو جنسه. و بعد دیگه ویدیو شما پاک شه و شما باید به ما پول بدی، وگرنه کانال به فنا میره.
اما در طب آپلود آپارات ما توضیح بدم بهت. آپلود در آپارات یک تجربه بسیار عرفانیه. یعنی شما به ملکوت میپیوندید، خدا رو زیارت میکنید، بچه دار میشید، تشکیل خانواده میدید. یعنی اول تشکیل خانواده میدید و بچه به دنیا میاد و بعد طلاق میگیرید، تو و زن تو با هم کفن پیچ میکنن زیر خاک، به ویدیوت آپلود میشه. ببینید در آپارات ویدیوتون هیچ نیازی به ادیت و تامنیل نیست. شما میتونید هیچ ادیتی و تامنیلی نذارید و ویدیوتون آپلود کنید و خیلی وقتا ویو میخوره و خیلی وقتا ویو نمیخوره. نمیدونم چجوری این همچین قضیه، اما زمانی که شما ویدیوتون آپلود میشه بعد از یک پروسه بسیار طولانی، آپارات میگه آقا ما باید ویدیو رو بررسی کنیم. که من همیشه برام سواله چرا من زمانی که فوش خار و مادر تو ویدیوهام میدادم ویدیوی من در اصل آپلود میشد ولی بعدها دیلیت میشه؟ مگه نباید بررسی بشه؟ مگه خودتون نباید همون اول ببینید که این بیشعور فوش شده در ویدیو، این تخریب کرده، حالا کار نداره. یه تیم باستانشناسی وجود داره به اسم آپارات که اصلا نمیدونم وجود دارن یا رباتن، نمیدونم چی جوری هستن، فقط صرفا فقط تایمی رو میذارن حالا ببینیم چی میشه. ببینید شما انقدری باید صبر کنید، اینکه سر ورق اگه اومد دارم اینجا متن چیز میکنم، خیلی یه دفعه دارم ویدیو میگیرم. شما باید انقدری صبر کنید که یک ویدیوی حدوداً مثلا چقدر بگم 5 دقیقه ای رو 1.5 ساعت طول میکشه که اون سایت بررسی کنه. یعنی در این حد اون اوضاع ریخته. یعنی من قبل از اینکه برم 3 سال بعد بیام در یوتیوب، ویدیوهایی که همش بالای نیم ساعت بوده فوقش در بهترین حالت یه رو میخواست طول بکشه برای اینکه آپلود بشه و بررسی بشه. این بی پدر برای 5 دقیقه 1 ساعت 2 ساعت تو رو علافت میکنه و آخرش که چی میخواد بشه؟ نه نوتیف داره، نه نمیدونم سودی بهت میرسونه، دهنت آسفالت میشه برای اینکه بخوای دیده بشی. شما اگر در آپارات بخوای پیشرفت کنی، مخصوصا جدیدن، مخصوصا الان، یا باید استریمر باشی، یه سیستم قول داشته باشی بری وسط آپارات استریم کنی که 4 تا یوتیوبرای دیگه پاشن بیان همون استریمتو مسخره کنن که از این بابت بتونی دیده بشی، یا اینکه بابات جز مدیران آپارات باشه که من بچه اصلا اینو بهتون پیشنهاد نمیکنم. در دورانی که من میام خیلی وقت توش بودیم، در دورانی که ما تو آپارات بودیم یه مدیری داشتش مثل اینکه یک سری اتفاقات بد با بچه‌ها رقم میزد. یعنی میگفته که شما لک لک به وجود نیومدید، داستان پنجشنبه شب و انبستری اینجور چیزاست. و این آپارات و این مدیرش نفهمیدم عزل شد، بعدش رفت زندان شد، ولی میدونم که مدیر آپارات یه مدت دستگیر شد به خاطر همین قضیه اون کودک آزاری بود، چه مشکلی داشت. ولی در هر صورت میگم شما باید حتما یا پارتی داشته باشید یا پول بذارید وسط که بتونید ویو بخرید، یا اینکه بسپارید به خدا که اون یک ویدیوی محتوای درست حسابی آماده کنید که یک بچه سال بیاد و اون ویدیوتون رو ببینه. اما حرف از محتواش، اگر ویدیوت واقعا در یوتیوب خوب باشه دیده بشید، میاد صفحه اول یوتیوب. یعنی در هر صورت تو یه پیشرفتی خواهی کرد. در آپارات شما یک ویدیو میذارید و میرید ته انباری. یعنی من نمیدونم تو چجوری قراره پیشرفت کنی که نه ویدیوت رو به کسی نشون میده نه تبلیغ تو قرار بکنه، اصلا نمیدونم جریان چه قراره. اما محتوای صفحه اول آپارات چیه؟ یکی آپارات اسپورته که خب مثل که دارن تعطیلش میکنن، خبر حاضره، چیز دیگه نمیدونیم. یا ابوالفضل ایکس فستره که داره ساکورا پلی چیه این ساکورا اسکوله فکر میکنم، اون داره گیم پلی میذاره. مهدی ویدیکسره، بعد دیگه صبحان نمیدونم یه صبحان نامی هستش، حالا من نمیدونم اسمش چی بود، ولی خب اینا توی مایکت هم هستن با ویو خیلی کم. یعنی دختر کفشوزکی ویوشون تو مایکت از اینا بیشتره. محتوای عجیبی تولید میکنن و بچه ساله دیگه محتوای جالبی دارن. نصف جی تی وی آی در گوشی، بچه 3 ساله با صدای شجریان، کلیپ 30 سال پیش مدیری رو از یک سریال مثلا خود مدیری یادش رفته اون ساخته شده، یا دوره همیش راه دور بریم. دوره همی دقیقا تو یوتیوب هم خیلی مد شده رو ببینید، تو شورت ویدیو هست، اینا رو آپلود میکنن و این موضوع تا ابد ادامه داره. یعنی شما یک چنل رو باز میکنی
یک ویدیو داره اما بی نهایت ساخت هستش. همین ویدیوی مهران مدیری رو من یه چنل رندوم داشتم میدیدم، یه ویدیو آپلود کرده از مهران مدیری، یه قسم گلچینه دور همی بود، فکر کنم کاملش هم بود. فکر میکنم یک تیک سبز داشت، چون آپارات تیک سبز میده به اونایی که وریفای میشن، مثل این سه می خلاقیت کلا از خودشونه و همه چی کلا از خودشونه. از اسکی از یوتیوب نرفتن، از اینستا اسکی نرفتن، دیگه نمیدونم یه موضوع دیگه، تنها خلاقیتی که کاملا از خودشونه همین بحث خریدن ویوه. و بله شما یک تیک سبز به اون شخص داده بود با فکر میکنم 10,000 خورده ای ساب، ولی این از آپارات، یعنی کلا میگم سایتی که باید جزء دارک وب باشه. یعنی شما ممکنه کودک آزاری ببینید. من یک ویدیوی قبلا دیده بودم در آپارات، طرف آموزش اینستا گذاشته بود، مامانش داشت با خالش تلفن صحبت میکرد، وسط ویدیو گفت خفه شو مامان، من دارم ویدیو میگیرم. احترام به پدر و مادر آپارات حرف اول رو میزنه، نظافت در آپارات حرف اول رو میزنه. شما در ویدیوهای کشتیکج آپارات افراد کوتاه قامت و کم سنی رو میبینید که با اینقدر شکم، اینقدر چربی، اینقدر بستون و بدن عرق کرده دارن با هم کشتی میگیرن و از این کار لذت میبرن و ویوشون رو میگیرن. یک سری افراد هستن که به اینا توهین میکنن که من جزء همون دسته از افرادم، ولی خب در ویدیو توهین میکنن. یه سری حمایت میکنن که این اکثریت حمایت یا دوستای مدرسه یا خاله‌ای که داره همون پشت تلفن با مادرش صحبت میکنه، یا داداش یا پدر همون بچه حریف تمرینی اون شخصی که با اینقدر پستون، اینقدر چربی و بدن عرق کرده دارن با هم دیگه کشتی میگیرن. هم اگر دوست داشتید که وارد یک قسمتی از زندگیتون بشید که دیگه راه برگشتی وجود نداره و دوست دارید وارد یک تکنولوژی دایناسوری بشید، حتما وارد آپارات بشید. جای بسیار زیباییه، خیلی خفنیه، ولی حتما میگه قبلش با خودتون یک مقدار بیش از حدی پول ببرید، چون بدون پول در آپارات میمیرید. یعنی هیچ فایده ای نداره، شما صرفا دارید در باطلاق شنا میکنید. خب عزیزان مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. این ویدیو هم فکر کنم تنها ویدیویی که من واقعا قصد توهین داشتم، یعنی نیومدم بگم این ویدیو صرفا جهت طنزه، این ویدیو جهت تخریب کردن یک سری پلشت بیخاصیتی که با پول ددی با سانسور میکنم خایمالی و بقیه چیزها به یک قسمت در آپارات رسیدن. ما که بخیل نیستیم، ما در یوتیوبیم. همین که من از اون خراب شده اومدم بیرون، واقعا برای من یکی از شروع زندگی بود. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. دوستون دارم تا ویدیو بعدی.